من محمد حسینم، ارتش نیمه‌داری کالاف. یارا شاتگان پلیره یا بعد از تجربه یه تلخ زمان با صدای دیروز من فکر میکردم که افق هنوزم پر احساس هست. ساز ما به کوک گشت نشسته صادقانه، من یه کودکم که رویاهاش بیانداز است. تو خط لحظه های باد و درخت های زیتون تو امتداد شهری بر، واسه زنده بودن من راهی نبود غیر تو درک تن سیال هستی و زهر درد. من هنوز فکر میکردم ممکنم پشت سنگینی بال صدای پرواز هست. اون کودک که توی جنگ این پذیرشه که ته دریای مرز سیاسی تازه است. دست نلرزیدم، تا خرخر خوردم و مست نرخصیدم. گفتن ما قربانیای زخم دقتیم نه قدرت، گرمتر از پیرن تو ژرف‌تر از سینت. جنگ نداد فرصت که بیتم خال بخندم، که به سایه های رقص پات خلخال ببندم. اما جنگ من به قدرت ناطفه. به غیر از این بدون که سرشارم هستم که هرچی بشه زمینم زخمی بشه. یه زخم فرد رو یدک میکشه، یه دست خط تنها که سر بلند میکرد با این که میدونست واسه خودش طرح قتل میکشه. که وقتی که ماشه رو کشید و سر نداره، شاید هیچ پاسخ سؤالمون رو بر نداره. عشق پناهگاه بود یا که تابوت، اون که کشته شد منم یا اون که در فرار. اما تو باز من